بسم الله الرحمن الرحیم. من علیرضا شیرعلیپور دلوی از شاگردان استاد محترم جناب آقای دکتر محمد علی طاهری هستم. به این وسیله ضمن اقرار و شهادت نسبت به حقانیت آموزه‌های ایشان، چه از لحاظ جسمی و فیزیکی و تأثیرات مثبتی که بر سلامتی خودم و اطرافیانم داشته و چه از لحاظ بینشی و اعتقادی تأثیرات شگرف و مثبتی که بر ما داشته، ضمن اینکه به اینها شهادت و اقرار میکنم، از مسئولین دلسوز نظام تقاضا دارم علیرغم کاشکنی عده قلیلی که نوعی دهنکجی نسبت به اقتدار نظام و اقتدار قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی است و در واقع استقلال قوه قضاییه را زیر سوال میبره، با توجه به اینکه احکام ناعادلانه ایشان اعم از حبس و جرایم نقدی به اجرا رسیده و حتی از تاریخ اعلام قرار منع تعقیب ایشون بیشتر از 1 سال میگذره، نسبت به آزادی ایشان اقدامات لازم را و تمهیدات لازم را بفرمایید. با آرزوی توفیق الهی برای همگان.